یک تفاوت تصویر حل کنیم. خب تفاوت تصویری که من در اینجا، یعنی تنها چیزی که من تفاوت در اینجا می‌بینم این ابر است، اینجا نیست. بعد دیگه اینجا این نکته این گندم چیه اینجا. اگه بخوایم یکی دیگه، فقط یکی دیگه بگم فکر کنیم ببینیم چه هست. خب یه تفاوت من پیدا کردم، اگه شما درست هست واقعا نه. خب بریم ببینیم اون تفاوت. ندارد دارد. خب یه تفاوت دیگه پیدا کنیم. این مرغ رو می‌بینیم اینجا پرچیه، اونجاش نیستش. آره بعد یه تفاوت دیگه پیدا کنیم. من پیدا کردم روی این خانه است. آفرین پنجرش، این پنجره وسط می‌بینین، وسطیه اینی که روش الان نقطه میزنم، اینجا نیست. پس دیگه تفاوت من یکی دیگه کنار این آقا مرده پیدا کردم. اون نیست، اون خط کشیدم. این گل است که اونجاست. این من برای توضیح اینجوری میکنم اگر با سلی باشید. میدونین دیگه هیچ تفاوتی فکر نکنم داشته باشه. بله یه دونه داره که اونجاست. بعد چند تفاوت دیدیم؟ 1 2 3 4 5 6 7. بخشید از 1 2 3 4 5 6 7 8 تفاوت دیدیم تا اینجا. حال